نخل یا همون درخت خرما، درختی بسیار بلند قامت که در اون قسمت های بالا تبدیل خرما را داریم، شاخه های بلند و این هم آلاچق هایی که این قسمت زده شده است. الانشون ساعت 10 صبح، خلوت کسی نیست، ولی شب‌های بسیار شلوغی رو اینجا سپری میکنند. این آلاچیق از نزدیک ملاحظه بکنید، به این شکل است که یک خانواده میان داخل این و اونم در خروجی جمع میشن، یه خانواده دو خانواده دور هم و ساعتی رو اینجا میگذرون. اسم آلاچیق.